تهدیدات نظامیه. مهم عزیزم، اندیشه کرده مرکز امنیت برای امریکای نوین بهترین ترجمه که میشه برای این پیدا کرد، Center for a New American Security. این سندش تو اینترنت هست، برید دانلود کنید. چی میگه؟ میگه بعد از مذاکرات هسته‌ای ما باید تو بخش‌های دیگه هم به ایران نزدیک بشیم. با ساختار نظامی ایران بر سر ماجرای دزدهای دریایی چیکار کنیم؟ همکاری کنیم. دزدهای دریایی میشه خلیج عدن. خلیج عدن اون دریای عمان به بیرون دست ارتشه، این برای تنگه هرمز یعنی داخل خلیج فارس دست چیه؟ سپاه. این معنیش اینه که آقا ما باید برنامه‌ریزی کنیم به ارتش ایران نزدیک بشیم. انتقاد به عملکرد ارتش در جنگ ایران و عراق از طرف چهره‌های نزدیک به سپاه و بسیج سابقه‌ای طولانی دارد، اما کمتر واکنشی از ارتش در این مورد دیده شده. مجموعه ادبیات، گزارش‌ها، فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌های سینمایی که در این دهه‌های اخیر در مورد جنگ تولید شده، به وضوح در اونها نقش ارتشی‌ها نقش درجه دوم در اغلبشون تلقی میشه. ارتشی‌ها فکر میکنن که پوشش متناسبی داده نشده نقششون در جنگ. چطور ارتش ایران میخواد با تو همکاری بکنه؟ این دیگه چه ربطی به هسته‌ای داره؟ ببین چی داره میگه ما بر سر زدن دزد دریایی باید همکاری کنیم. بعد اینا میدونی چه داستانهایی رو رقم میزنه؟ اختلافات چی؟ اول انقلاب اختلافاتی که بین بسیج و سپاه و ارتش این داستانا بود که مردم گفتن ارتشی و سپاهی دو لشکر الهی. شروع که کاری که منافقا میکردن لقب گذاری بود. ما اصلا ارتش تو جامعه ما کاری نیست. ارتش رو میگن. خب بله سپاهی کاری هست، ولی سپاه سپاه خودش رو ارتش میدونه به اون معنی که ارتش خودش رو ارتش میدونه. ارتش تو جامعه ما مرده است. ارتش به معنای ارتش، چه در زمان شاه، چه در دوران جنگ، چه بعد از انقلاب، چه الان. ارتش واقعا چه چیزی داره؟ چه موضوعیتی داره از نظر سیاسی؟ هیچی. این واکنش یکی از افسران ارتش به سخنان حسن عباسی از چهره‌های نزدیک به بسیج و سپاه پاسداران است. واکنش به ویدیویی که احتمالاً مدت‌ها قبل ضبط شده اخیراً در شبکه‌های اجتماعی برجسته شده است. در آن ویدیو حسن عباسی از ارتش انتقاد می‌کند. لشکر ذوالفقار رو میگفتن بگید لشکر ذوالفرار. لشکر نمیدونم چیزی اسم میذاشتن. آقا بسیج نمیتونه نگه داره، بسیج حمله میکنه فقط میگیره نگه داشتن که سخت کار ما ارتشیاست. چی اینطور که این اختلاف افکنی نتیجهش چی میشد؟ دل سرد شدنه. یک سری زمینه ها هم متاسفانه میتونه در کشور ما فراهم باشه و اینا میتونن چیکار کنن روش سوار بشن. علاوه بر سرگرد فروزش، سخنان آقای عباسی واکنش‌های تند فرماندهان دیگر ارتش را هم به همراه داشته است. از جمله امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته از این فرد شکایت شده تا در دادگاه پاسخگو اظهارات خود باشد. دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش هم در واکنش به صحبت‌های حسن عباسی گفته ایشان خود را در تمام زمینه‌ها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فلسفی، جامعه شناسی، ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئوکالچر و غیره صاحب نظر می‌داند. اما سوال این است که اصلاً ایشان واقعاً می‌تواند در همه این زمینه‌ها اظهار نظر کارشناسی کند؟ سرگرد فروزش در واکنش به صحبت‌های آقای عباسی تلویحاً از سپاه پاسداران هم انتقاد کرده است. قرار نیست ما در سیاست و فرهنگ و اقتصاد و سدسازی و پلسازی و جاده سازی و گمرکات و در همه چیز وارد بشیم که اگر روز این اتفاق بیفته قطعا ارتش دچار نقصان میشه. میان میگن فلان خلبان کجاست؟ میگن مسئول سدسازی شده. فلان افسر توپخانه کجاست؟ مسئول جاده سازی. از وزارتخونه‌های ریاست جمهوری کارشون چیه؟ یکی از معدود واکنش‌های فرماندهان ارتش حدود 2 سال پیش در برنامه تلویزیونی در مورد ناگفته‌های جنگ مطرح شد. چون این یک کیفرخواستی است که 30 سال علیه ارتش صادر میشه که آیا همین گرفتاری و این ضعف ارتش بود که باعث اون ناکامی‌ها و عدم موفقیت سال اول جنگ شد؟ من یه جواب خدمت شما بگم. سال اول جنگ کی گفته عدم موفقیت؟ ما ظرف 6 تا 2 ماه اول جلوی ارتش مجهز عراق رو گرفتیم. این اسمش موفقیت نیست با اون ارتشی که داشتیم؟ بعد از انقلاب در همان روزهای آغازین بیشتر فرماندهان ارتش شاهنشاهی تیرباران شدند.
حدود 2 سال بعد در کودتای نافرجام فرماندهان نیروی هوایی ارتش معروف به کودتای نوجه، عده زیادی از افسران نیروی هوایی هم اعدام شدند. پس از آن تقریبا هیچ وقت دخالت یا حتی اظهار نظر سیاسی از فرماندهان و افسران ارتش در ایران دیده نشده است. ارتش خود را مدافع مرزهای ایران می‌داند و میگوید گوش به فرمان رهبر است. همکارم مسئول باستانی اینجا با ماست. صحبت آقای عباسی که خیلی هم به نظر جدید نمیاد و او هم سمت از کسی که سمت مهمی هم نداره خیلی بحث انگیز شده، واکنش‌های زیادی داشته. چرا؟ از حال و هوای پاسخگویی‌ها اینطور برمیاد که شاید خیلی ها دارن به چیزی که نوعی روند تلقی میکنن در نادیده گرفتن یا کمتر از حد واقعی شمردن نقش ارتش در جنگ و در دفاع از کشور دارن به اون واکنش نشون میدن. اصلا پررنگ بودن یا کمرنگ بودن حضور ارتش در وقایع مهم از جمله جنگ ایران عراق همیشه مورد بحث بوده. خود فرماندهان و ارتشی‌ها معتقدن که حضور اونها رو کمرنگ جلوه دادند و واقعیت اینطور نبوده. چقدر اینطور هست؟ خب ببینید، به هر حال به نظر میاد که این از موضوعاتیه که شاید خیلی احتیاج به در واقع موشکافی تحلیلی نداره. به همین خاطر طبیعتاً وقتی که نقش یک طرف کمرنگتر جلوه داده میشه، خب اعتراضایی رو برمیانگیزه که به نظر میاد در سطح افکار عمومی همین اعتراضات طرفداران زیادی داره. در دنیا اساس کار ارتش‌ها برای این قرار داده شده و اساساً ارتش‌ها برای این ساخته شدن که در مقابل دشمن خارجی بجنگن. زمانی که شما ببینید ارتش در داخل ورود پیدا کرده، یعنی یقینا اون کشور دچار بحران شده. ببینید در چین شما می‌بینید تانک‌های ارتش میاد تو خیابون در مقابل دانشجویان می‌ایسته، اون عکس خیلی معروف. یا در برخی از کشورهای خاورمیانه می‌دید که یک اغتشاش میشه، یک مسئله میشه، ارتش ورود پیدا میکنه، تانک و توپ و چه میدونم اینا وارد خیابون‌ها میشن. یا قبل از انقلاب زمانی که شما می‌دیدید که ارتشی‌ها در مقابل مردم قرار می‌گرفتن، تانک میومد تو خیابون، کامیون‌های ارتش میومد تو خیابون، این یعنی اون حکومت با مشکل برخورد کرده بود. اما زمانی که یک مسئله داخلی اتفاق میفته، طبعاً پلیس اون کشور مسئول برخورد با این مسئله است. شما می‌بینید در خیلی از این کشورهای اروپایی دانشجویان مثلا اغتشاشی درست می‌کنن، مسئله پیش میاد، می‌بینید پلیس میاد جلوشون قرار میگیره. اما وقتی کار از دستشون در میره، مثل اتفاقات فرانسه، از ارتش فرانسه هم استفاده میشه. این یعنی دیگه اون کشور دچار بحران شده. شما می‌بینید ما سال 88 رو رد می‌کنیم بی آن که نیازی باشه ارتش بیاد وسط تو خیابون‌ها، و اگر میآمد و اگر تانکی تو خیابون‌ها دیده میشد، این یعنی جمهوری اسلامی دچار بحران شده بود، این یعنی جمهوری اسلامی ناامن بود و نظام موفق میشه یک مسائلی از اون دست رو با نیروهای مردمی و پلیس، یعنی همون کسانی که موظف بودن این کار رو انجام بدن. یعنی ارتش مأمور دفاع از مرزهاست و برای مسائل داخلی برای هر کاری نیروی مخصوص خودش و در حوزه کاری خودش در نظر گرفته شده. خود این مسئله نشون دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایرانه که هر چیزی سر جاشه، تمام وظایف تقسیم بندی شده، ارتش مسئول بیرون خلیج فارس و دریای عمان تا باب المندب، سپاه مسئول داخل در واقع خلیج فارس و هر کسی داره کار خودش رو انجام میده. لازم باشه نیروهای ارتش در سوریه هم ورود پیدا میکنه، اما اون چیزی که واضح و بارزه الان سپاه پررنگ‌تره در سوریه چون مأموریتش اینه. اینها یعنی یک نوع برنامه‌ریزی دقیق نظامی که هر کسی باید کار خودش رو انجام بده و درستش هم همین. بعد اینا میدونی چه داستان‌هایی رو رقم میزنه؟ اختلافات چی؟ اول انقلاب اختلافاتی بین بسیج و سپاه و ارتش این داستانا بود که مردم میگفتن ارتشی و سپاهی دو لشکر الهی، که این اختلاف افکنی نتیجه چی میشد؟ دل سرد شدنه. مهمترین اتفاق اینه نگذارید بین شما اختلاف بیاد بزن. قاتل من و شما تنازع است. جبهه یعنی کنار هم بودن، جبهه یعنی تقسیم کار کردن، جبهه یعنی عدم موازی کاری، جبهه یعنی تحت فرماندهی واحد بودن.